این صدا رو خیلی دوست داری نه؟ منم باهاش حال میکنم. اصلا یک دوستی داشتم، یکی از فانتزیاش همین بود، میگفت آرزو دارم یه دونه سی وی 1300 بخرم، هم صبح تا شب باهاش کاتاف بدم. من خودم یه روز توی جاده داشتم میرفتم با بنلی TRK از کاشان در اومده بودم، داشتم میرفتم سمت تهران، دنده 4 گازم تا ته توی دستم بود. یهو من تو حال خودم بودم، یهو دیدم موتور انگار سرعتش کم بشه و رفت به اصطلاح ما روی کاتاف. سری گازو ول کردم و دنده رو عوض کردم و چون تو حال خودم بودم بخوام خدای موتور چیکار شد یهو. شاید الان بپرسی ای امیر پس تو اهل کاتاف دادن هستی؟ اصلا حرفش هم نزن. کاتاف چیه؟ اینجا قرار خیلی ساده راجع بهش صحبت کنیم و اصلا از اطلاعات قلمب به سلمبه خبری نیست. موتورسیکلت شما یک حدی برای خودش داره برای که انجین موتور شما آسیب نبینه. ECU وقتی به همون حد برسه یا سوخت یا جرقه رو قطع و وصل میکنه و این صداه نتیجه همون قطع و وصل شدن است. این صدا یعنی اینکه موتور به سقف توانش رسیده و داری به مرز خطر نزدیک میشی. ولی خب خیلی عاشق این صدان، باش حال میکنن، هی تکرارش میکنن، گوش میدن، لذت میبرن. ولی مثل این مونه که به بدن بگید برو تو حالت سکته، چون صدای نفسات قشنگه. فشار روی سوپاپ، روی فنر سوپاپ، روی پیستون، دمای بالای محفظه احتراق خاطر همون قطع و وصل شدن‌های مکرر، استرس روی میلنگ، اینا همه عوارض بلند مدتشه و عمر مفید قطعات رو کم میکنه. فشار روی یاتاقان ها ممکنه خیلی از موتورها یاتاقان نداشته باشن. یه بار دوبارش اگه خیلی کم گهگاهی اتفاق بیفته اونقدر آسیب نمیزنه، ولی ممکنه خیلی ها بگن که آقا ما که صبح تا شب دستمون روی کاتافه پس چرا هیچ اتفاقی نمیفته. این فرآیند تو دراز مدت اتفاق میفته، البته بستگی به شانس داره. ممکنه بعد شانس باشه همون سری اولم سوپاپ قیچی کنه بزنه سر پیستون و دخلتو بیاره. یه داستان جالب براتون بگم که برای خودم خیلی آموزنده بود. من توی سفر اخیری که به تهران داشتم با موتور، با یک رایدر خیلی عزیزی آشنا شدم و باش هم صحبت شدم. ایشون هم بنلی TRK داشت. بهش گفتم که این موتور مال شماست، بهش موتورشو پله کردی، شاتون زدی. و بعد همچون که هم صحبت شدیم ایشون برگشت یک داستان خیلی آموزنده‌ای رو برام تعریف کرد و ازش اگر یه روز این ویدیو رو ببینه ازش خالصانه ممنونم بابت به اشتراک گذاشتن این تجربه ارزشمند با من. گفت من موتورم رو اومدم یه تغییر تحولی دوش دادم و پیستونش رو عوض کردم، پیستون NS 200 توش گذاشتم و میگفت موتور خیلی وحشی شده بود، خیلی قوی شده بود، به طوری که سر گاز سرش میومد بالا. حسابشو بکن بنلی TRK با اون هیکل وقتی گاز بدی باش تک چرخ هم بزنی. میگفت من یه روزی توی جاده سمنان داشتم میرفتم، تو رفتار یهو دیدم موتور خاموش کرد. مثلا یهو خاموش کرد. زدم کنار، هر کارش کردم روشن نشد. وانت گرفتم، موتور سوار وانت کردم، رفتم داخل شهر، بردیم نمایندگی تا موتور رو جک بردیم بالا، دیگه شاتون از تو کارتل زده بیرون. موتورش چند ماه بود خوابیده بود به خاطر اینکه پوسته وسط بنلی حالا TRK که با 250 انجینش یکیه گیرش نیومده بود، این زده پوسته و موسه و همه رو آورده بود پایین. یا مثلا یک شخصی که از این بچه‌ها مجموعه ما هم بپرسین بهتون میگن که اصلا این کاره نبود، ولی به ادعای خودش ایراد کارخونه باجاج رو گرفته بود و به قول خودش موتورش رو تقویت کرد. یک روز گذشت نه فرداش موتورش تو تش بود. تقویت غیر استاندارد بود. از هر کسی که به شما گفت بیا تا موتورتو تقویت کنم و حرف هر کسی هم نمیشه اعتماد کرد، چون اگه اتفاقی به موتور بیفته خرجش پای خودت. یا کامپیوتر تو فقط ریمپ میکنم، من اصلا دست موتورت نمیزنم. میاد چیکار میکنه؟ میاد فقط همون محدوده ردلاین رو برمیداره یا به قول معروف کاتافش رو برمیداره یا لیمیترش رو برمیداره. یه کار بسیار اشتباهی. بله موتورت تا دینش گاز میخوره، نتیجهش میشه همون چیزی که بهتون گفتم، اصلا پیستون چیزی نمونده بود. تو کامنت ها حتما بهم بگید شما حاضرید موتورتون رو تقویت کنید
به هر قیمتی ولو شده 1 ماه بیشتر براتون کار نکنه، یا نه حاضر همون فابریک و استانداردش رو سوار بشید و دنبال کورس و کاتاف و اینجور داستانه هم نباشید. من امیرم و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و موتورتون باشید.